و سنی برادرند. هر شب امام می‌فرماید که سنی و شیعه برادر هستند، بیاییم برادری را ثابت بکنیم. هر حقوقی که برای مذهب شیعه قائل میشوید برای اهل سنت و برادران خود که 10 میلیون یا 8 میلیون هستند در کشور ایران، باید به اونها بدید. اگر دنبال مذهب جعفری و اثناعشری میگذارید رسمیت دارد، باید به دنبال مذاهب اهل تسنن بگذارید که اینها هم رسمیت دارند. مذهب عالم اسلام اهل تسنن را مثل مذهب جعفری بدانید، همچنان که ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربع خود میدانیم و دانستیم. شیخ شلتوت اعلان کرد خدا رحمتش کند که مذهب جعفری یکی از مذاهب اربع هست، هیچ فرقی بین مذاهب خمسه نیست. بیایید وسعت صدر نشان بدهید و هر چیزی و هر امتیازی که برای مذهب شیعه قائل هستید و برای مذهب شیعه قائل میشوید، برای مذهب اهل تسنن قائل بشوید، اگر برادری و برابری هست.